اما در قسمت انتهایی وایس توضیحاتی هم در مورد کتاب معلم یا The Teacher رو برای شما میخونم. کتاب معلم برابر با یک رمان معاصر و امریکایی است که در ژانر تریلر روانشناختی قرار گرفته است. داستانی پیچیده و پر از تعلیق حول محور زندگی ایو، یک معلم ریاضی دبیرستان. ایو و شوهرش که معلم ادبیات انگلیسی است، هر دو در یک دبیرستان کار می‌کنند. آنها به ظاهر زندگی ساده و بی‌حاشیه‌ای دارند، اما بسیار زود همه چیز زیر و رو می‌شود و رسوایی شرم‌آوری زندگی او را برای همیشه تغییر می‌دهد. فریدا مکفادن فضای خفقان‌آور و مرموز شهری کوچک را به تصویر کشیده و نشان داده است که چگونه در پس نمای آرام و دوستانه این جامعه رازها و تنش‌های پنهانی وجود دارد. این فضاسازی دقیق به خوبی حس ناامنی و پارانویایی را که ایو تجربه می‌کند به خواننده منتقل می‌کند. یکی از موضوعات اصلی کتاب بررسی مفهوم حقیقت و دروغ است. نویسنده نشان داده است که چگونه حقیقت می‌تواند پیچیده و چند وجهی باشد و چگونه افراد ممکن است برای محافظت از خود یا دیگران حقیقت را پنهان کنند. این موضوع به ویژه در رابطه ایو با دانش آموزان و همکارانش نمایان شده است. یکی از نکات برجسته کتاب حاضر را توصیف دقیق و واقع گرایانه محیط مدرسه و روابط پیچیده بین معلمان و دانش آموزان دانستند. پایان کتاب با چرخشی غیر منتظره همراه است. خواندن کتاب معلم را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنید؟ این کتاب را به دوستداران ادبیات داستانی امریکا و